یعنی که اخلاق اول، دانش بعد سیوم ورزش. باید ما کسی را تعلیم دهیم که منفعتناک باید باشه برای امروزه، برای عائله، برای خانه، برای مکتب، برای جامعه امروزه. شما میدونید که با یک ضربه چیکار کردن ممکنه. یعنی که یک ضربه میتوند حیات آدم رو میتوند به ناکامی ها و یک ضربه میتوند آدم رو به بالا ببرد. کیوکوشین با خوش معاملگی آغاز میگردد و با خوش معاملگی انجام میگردد. بله، تنشو کتا اگر درست هر سحری مربی که درست کار میکنه، مثال اگر همین 3 بار کار کند برابر است با 10 کیلومتر دویدن. 48 بقره فقط یک ضربه قد شاخش پریدگی. بله. سلام علیکم دوستانی عزیز، پادکست نوبتی ما از جانب اکادمی تریمدویدیا پیشکش می‌گردد. با شما من بهروز نصرالدینов و امروز موضوع ما باشد مقاومت با اکستریمیسم خشونتبار کوکشینکای ضد افراطگری. و امروز صحبت داریم با رئیس فدراسیای کوکشینکای کاراته دوی جمهوری تاجیکستان دورنده پنجم دانشیهان حکمتالله кароматов وظیفه‌های فدراسیا اوید به تربیت پیروان کوکشینکای و نسل نو در روحیه انسان دوستی، تحمل مپذیری با خشونت و مبارزه با افراطگری و تروریسم با نظرداشت آسیب‌پذیری جوانان. السلام علیکم آقای حکمت. خوش آمدید میگیم با پادکست ما. تشکر. سلامت باشین. بگید که سالی چندم است که فدراسیای مذکور فعالیت کرده ایستاده است و در سراسر کشور ما شاگردای شما زیاد هستند؟ بله. چرا نولد کسی از تنگدستی که گنجی به قیاس است تندرستی. پیش از همه برای همه شما اول برای شنونده ها تماشابینون سلامتی و تنسیتی رو تمنا دارم و همین رو گفتنی هستم که هر وقت ما پیش از تمرین، بعد از تمرین همیشه با اوس، یعنی که کلمه اوس شروع میکنیم و همدیگری رو هم دیدن، یعنی که اول اوس. و از سال 1992 همچون این سبک به تاجیکستان آمد و تا سال 2005 همچون یک مکتب بود، یک مکتبی کاراته کیوکوشینکای در جمهوری تاجیکستان تمرین میدادن، یعنی که این کار فعالیت داشت، از روی این سبک تمرین میدادن. از سال 2007 باشد همچون فدراسیای کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان یعنی که به قید گرفته شد و سال 2012 هم باز از نو به قید گرفته شد همچون فدراسیای کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان و حال فعالیت دارد. پیش از همه مقصدهای اساسی فدراسیای کاراته کیوکوشینکای عموما عمومی گردانی ورزش، بیشتر رامونه کردن برای تنسیتی و تندرستی جامعه امروزه که جوانان بیشتر به ورزش و سالم باشن براه مانده شده است و تمامی کوشش و غیرت پیش از همه تشویق و ترغیب این سبک کاراته و دوستی بین ورزشگران، بین مثال ورزشگران تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان رو و معین نمودن بهترین ورزشگران نه تنها در ساحه کیوکوشین و معین نمودن دسته های منتخب جمهوری تاجیکستان بین نوارسان، بین جوانان، بین کلانسالان رو در بر میگیرد. شماره ورزشگران تاجیک در این سبک زیاده از 2000 کس رو در بر میگیرد. در برابر همین رو گفتنی هستم که نه تنها فدراسیای کیوکوشین بلکه از سالهای 92 سر کرده سبک کاراته کیوکوشینکای البته ما همکاری با دانشکده تربیت جسمانی داشتیم و در آنجا بنده هم کار میکرد به حیث مدیری بخش یک حربه شرقی دانشکده تربیت جسمانی. ما این سبک رو در آنجا جوری کردیم و تا حاضر هم از روی این سبک تعلیم میدهند و در کالج تربیت جسمانی هم این سبک آموخته می شود. یعنی که
در حتی در دانشکده و جایی که تعلیمی مثال از طرف وزارت معارف جمهوری تاجیکستان من نگاه کرده می شود و دانشجویانی که این رشته را تمام میکنن در دیپلم آنها نوشته است مثال سبک کاراته کیوکوشینکای رو ختم کردن که البته اینجای افتخار است. یعنی ما همکاری ما با وزارت معارف، با حکومت جمهوری تاجیکستان، با کمیته کار، با جوانان ورزشی نزد حکومت تاجیکستان در یک زیچی هست، همدیگر فهمی است و ما همیشه با همدیگر کار میکنیم. با این خیلی فکر و عقیده هایی که من تنها یک چیز رو گفتنی هستم که برار و موفقیت های بنظیر خونم با شما و با اون با تیمی کاراتیستانی که در تاجیکستان فعالیت میکنند. درباره فلسفی خودی کوکشینکای کمتر میگفتید. برای چی من این سوال رو دادم؟ راستی با همکاسبم فراد خولماتов که مدتی چندم نیست یعنی که شاگرد شما بود، راستی من از عالم کوکشینکای کاراته دورتر بودم. بعدن در رفت گفتم چی سوال رو آماده کنیم درباره چگونه من سوال شد امروز و او تماما درباره کوکشینکای یک معلومات داد که من خود در حیرت موندم. این از قبیلی که فیلمنامه‌ای که برآمده شده بود درباره استادی ورزش، این در ولایتی که صحبت میکنیم این درباره ماس خودی مشق تربیت چگونه تربیت میگن درباره فلسفیش میگفتید. بله وقتی که من فراد دیدم، وقتی که ما همدیگه رو دیدم با یعنی که با اوس بله سلام علیک کرده. بله سلام علیک ما همین بود با اوس بود. یعنی که همین کلمه اوس چند معنی رو در بر میگیرد. حتی وقتی که همدیگری رو میبینیم میگه سلام علیک، وقتی که اوس گفتی، البته وقتی که شاگرد این کلمه رو میگه خیلی هم خرسند میشی در کجایی که نباشد و پیش از همه باید بدونیم که کیوکوشین چی معنی داره. اساسگذاری این سبک مسعود ایاما می باشد که استاد سال 27 یولی سال 1923 تولد شده است و سال 1994 از دنیا گذشتن. نه تنها این سبک رو کشف کردن یا که این سبک رو یعنی که مثال پایه‌گذاری این سبک بودن. برای چی سبب ها شد که این سبک رو اونا مثال کوشش کردن که یک رویه نو رو پیدا کنن، یک رویه نو رو سازن. همین رو گفتن هستم که مسعود ایاما از سن 9 سالگی من بر یک حربه شرقی من ورزش کرده است و در سن 15 سالگی دارای کمربند سیاه شده است. نه تنها نمودهای ژاپنی بلکه نمودهای کره، نمودهای خیتایی، نمودهای ژاپنی رو یک چند نمودها رو از خود کردگن و در بعد یک دیدن که در همین بعضی چیزا نمیرسد اون چیزی که اساس است و کیوکوشین یعنی که اگر با معنای تفضیلی بگیریم یعنی که جمعیت حقیقت جان общество искателей абсолютной истины. بله یا که مثلا اگر ما بگیریم یا که به کمالات رسیدن، یک جای شوی روح و تن. وقتی که برای چی بعضی کسا نمیتونن مثلا عصبشون روحشون میگه که مثلا تو همین درجه را پایت رو بردار تو از سر بالا نمیتونن، یعنی که باید با واسطه تمرین این را ما میتونیم کنیم. یعنی که روح را چی؟ روح و تن، یعنی که جسم و روح باید یک جای شون. وقتی آنها در یک جایی هستن ما همیشه خودمون رو کنترل میکنیم. یک در لحظه که روح گوید که نمیتونی جسم نه بله البته بله یعنی که بله ما باید که یعنی همین معنی رو دارد که وقتی که آنها در یک موازنت هستن بعد شما در دنیای دیگرین مفهومی من زنده بودن، مفهومی حیات را بودن دیگه خیلی درک میکنید. شما میدونید که با یک ضربه چیکار کردن ممکنه، یعنی که یک ضربه میتوند حیات آدم رو میتوند به ناکامی ها و یک ضربه میتوند آدم رو به بالا برد. یعنی که یک ضربه میتونید با یک ضربه خوب در مسابقه جهانی میتونید تو آبروی سرزمین این ملت رو بلند برداری و یک ضربه ناجو میتوند رو به ناکامی ها برد، به پستی ها برد. برای هم ما باید خیلی هم با احتیاط باشیم از جهت شعور و عقل ناکی. باید که همیشه
شاگردان را آموزیم و یکی از شرط‌های کیوکوشین برای انتخاب شاگرد و تعلیم دادن آن پیش از همه اخلاق، آداب و رفتار خوب، اخلاق خوب در مد اول میستد و فدراسیا مربی‌های ما همین زمینه ها رو پیشه خود کردیم. یعنی که در جای اول ما می‌بینیم اخلاق را، یعنی که فلسفه یکی از زینه‌هاش این اخلاق است، آداب است، رفتار خوب است، کردار خوب است. وقتی که شاگرد آداب خوب دارد، اخلاق خوب دارد و در همه جا باوری دارم که حتی پدر و مادرم برای دعای خوب میکنند، استادانم از او خرسندند، در کوچه هم مردم هم برای دعای خوب میکنند، دعای نیک میکنند. و در زینه دوم این دانش است، یعنی که باید که سواد خوب داشته باشی، دانش خوب داشته باشی، یعنی که اخلاق اول، دانش، بعد سیوم ورزش. اگر این در سیوم بله زینه سیوم است ورزش، ماش در جای اول نیست، در جای اول نیست، در زینه سیوم است. یعنی که انسانیت وقتی که برای تکمیل شدن، برای ورزشگری خوب شدن، برای ورزشگری که به جمعیت فایدهش میرسد، منفعتش میرسد، باید ما کسی را تعلیم تینگی منفعتناک باید باشه برای امروزه، برای عائله، برای خانه، برای مکتب، برای جامعه امروزه. برای همین این سه زینه رو وقتی که ما تعلیم میدیم، ما میتونیم یک ورزشگر مکمل رو تعلیم دیم. که مثال پیش از همه ما در مشق از همین زینه ها سر میشد. اگر ما از سن خردسالی، از سن همین جوانی بچه ها رو پیش روش نگیریم، در کدام رویه نکی نموشد. البته ما میدونیم که البته هر یکی ما دین داریم، صاحب دین هستیم و البته بی دین هم زندگی کردن نمیشد. ولی وقتی که اگر ما پیش روح رو نگیریم، اونها فریفته یگون گروه های که مثال بله افرادگری شاید به همون روح روان. وقتی که ما اونها رو می‌آموزیم، تعلیم میدیم، البته اونها کوشش میکنن، یعنی که شجاعی و چه بگیم نو ترسی و دلیری البته با پیش از همین سه زینه پیدا میشود. یعنی که کوشش کرده دو از سه زینه عبارت است. همین سه زینه را باید طی کنن. بله. برای چی گفته در مورد آداب من گفتگوی استاد ورزش اویام رو در بریاد آوردم، یعنی که روح جنگاور گفته شده بود که از آداب آغاز می‌یابد و انجام می‌یابد. برای این باشد صمیمانه باشد گفتند. بله. یعنی که و اصلا خیلی گپ زنیم که کوشین با خوش معاملگی آغاز میگردد و با خوش معاملگی انجام میگردد. بله. درباره شاگردان گفتید که شاگردان مشق میکنن، تمرین میکنن. هر یک شاگرد شما یراق خود را دارد، یعنی که این قوتی است، محاربه است، تکنیکی است و در الوهیدگی غیر از مشق بیرون از آن شما صحبت میکنید که همین قوای خود رو، محاربه خود رو در کجا اونها میتونن استفاده برن؟ از تالار بیرون یا اینکه از چمپیونات ها بیرون استفاده کردن ممکن است یا اینکه نه؟ در کدام حالت ممکن است اون استفاده بردن؟ بله، ما اگر مثال میگیریم یک کورچه رو وقتی کورچه رو بگیریم، همین کورچه رو با چند نمود بعضی استفاده میبرن در جمعه امروز، در جمعیت امروز. یعنی که در خونه استفاده میبرن برای تیار کردن یگان غذا. بله. بعضی کسانی هستن که برای بعضی رو زخم میکنن، یعنی که این یراق است. در وقتی که ما سربازان هم میبرن، برای اونها هم افطمد رو نشون میدن، یعنی که بعضی کسانی هستن که برای نیتی بد استفاده میبرن و بعضی ها ما کوشش میکنیم برای حمایت وطن، برای حمایت خود، برای حمایت سرزمین خود البته استفاده میبریم. انسان هم وقتی که شعورناکی در البته آموزش بسیار درکار است. یعنی که اگر ما با زبان روسی بگیم каждый часть нашего тела это одушевление оружия. این اسلحه زنده است، اسلحه‌ای که ما هر روز استفاده میبریم. حتی مشت، دست، پا، نگاه، آواز،
صدا بلند کردن پس کردن این همش چی است؟ یاروق است. حتی نگاه کردن گپ زدن در مسابقه ببینید وقتی که شروع میکنن داد میزنن یک ضربه قطعی یا که مثال نشان میدین یک نگاهی وقتی یعنی چه اینو یعنی هر یک عضو بدن ما چی است؟ این اصلی هست یاروق است و همینم با صدای بلند هم نیست ترساندن. بله اودم است که مثلا با یک صدایش تمام بله نه ترسد. یعنی که اگر ما یک آب رو گیریم در یک ظرف آب رو میگیریم وقتی که آب آرام است ما میتونیم که صورت خود رو ببینیم. بله وقتی اگر آب رو تکان دادیم شما دیدن نمیتونید. بله یعنی که روح هم همین است. وقتی که ما پسیکای حریف رو وایرون میکنیم و خودش رو کنترل کردن نمیتوند دیده. در زندگی هم همین است، حیات هم همین است. وقتی که ما عصبی میشیم بعضی فکرها بعضی خلاصه ندرست میبریم. وقتی که ما باید کوشش کنیم که هنگام عصبی بودن هنگام در حالتی ناخوب بودن باید خلاصه نبریم. یعنی که در آرامی وقتی که ما خودمون رو کنترل میکنیم میتونیم خلاصه خوب براریم. این هم یکی از پهلوی باز فیلسوفی خود کرده است. بله. اناکنون درباره همین آرامی گفتید. به نظر من درک کرده ایستادم لیک با همین سوال رو دادنی بودم که مشاهده کرده بودم. خودم سال بودم چطوری که پیش از ثبتی برنامه یعنی که پشت صحبت کردم لحظه که میرفتم تماشا میکردم چگونه شاگردان شما مشق میکرده. پیش از آغاز مشق شاگردان شما میشتن و چیز میگوین. این به مانند یک مدیتاسیه. بله در همون رفت چی میگفته باشن در مقابل؟ البته وقتی که پیش از شروع شدن برای وقتی که ما آماده میشوند صف میارستن ورزشگران ما میشینیم یعنی که مدیتاسیه همچون آمادگی برای تمرین آمادگی برای مشق همین روزه. چخیلی که ما گفتیم بله آماده میکنیم روح رو برای مشق. البته هر کس یک پرابلم خودش رو داره در زندگی. حتی کودک هم باشد وقتی که باید میبیو مثال فکر میکنه که درساش تیار است شاید در وقت مشق همون درسش با خیال بیاد. جوان ها باشد مثال دانشجو یا که کسایی باشد اویلوی یگون پرابلم البته هست. یعنی ما باید همین رو از خودمون چی دور کنیم. چی میگه у меня нету родителей, мои родители стали небо и земля. Маро нест волидайни ман замин ва осмон аст. یعنی که ما همه چی رو باید فراموش کنیم حتی پدر و مادرمون رو تمام هستی رو تمام فکر عقیده و همون ملکه خود رو باید با مشق دیم و همین مشق هم تز از خود میکنی. یعنی که همون شیشتن بله همون شیشتن و آمودگی چشم رو پوشیدن با مثال فرمانی مکوسا یعنی که آموده شوید برای مشق و یکم مثال و درود با استاد درود با همدیگری یعنی که پیش از آغاز مشق حتی همدیگری رو چی درود با استاد درود به همدیگری عزت و احترام هست اینجا. و حتی مسابقه هایی که بینید در کیوکوشین با دست خولی است یگون چیزای حمایه نداریم نه در پا نه در دست با تمام هستی همدیگر رو میزنن حتی خون حتی وای میشه ولی در آخر چی هست همدیگر رو در آغوش میگیرن هر چی که بود تمام شد. در اینجا ما یکی موریبه خود رو نشون دادیم دوستی ما حتی اگر در مسابقه های کیوکوشین وقتی اگر ورزشگری که خرسندی کرد حتی دستش رو برداشت زید مقابل حریف خود داور من میکند این رو حتی از مسابقه سر میکنن یکی خارجش میکنن با خاطر چی نسبت حریف خود به احترامی کرد. اگر عادی کرده گویم تکبری یعنی بله تکبری که یکی که همیشه چی احترام اخلاق جای اول است. بله و در مسئله ورزشگران بیرون از مشق بیرون از تمرین البته نه تنها ما فقط در مشق بعد حتی بیرون ما وقتی میشود که ورزشگران همکاری با پدر و مادر
پرسان میشیم همین شاگردی ما چی خیل میخونه ادبش چی خیله اگر خانواده یگون محروماتی نسبت پدر و مادر در کوچه یگون کس چی بگیم جالب کردن حتی مود زنگ زنی پناهی مثل که ما قطعش کار کنیم بچه را یعنی که متدای مخصوص که هست کار کردن حتی ما در وقتای ما روزنامه هایشون رو نگاه میکنیم که باهوی چند قطع میخونه باید که البته یک وقتی که مربی شدین یه متصدی جوابگری دارد هم در این دنیا جواب میتید هم در اون دنیا برای همین میگن که بله حق استاد بیش از پدر است و از پدر استاد در پیش است یعنی که مربی بودن نه تنها مربی ورزش از مربی مکتب فکر میکنم مشکل تر است با کدام معنی که ما هم ورزش هم کوشش میکنیم سوادشون هم زیاد باشد با برزمین بود تربیه است ولی در برابر این روحان کوشش میکنیم اون نزدیک باشه خویتر شوند برزمین یعنی که ارتباطی ورزش و دانش به هم دیگر خیلی زیچ باید باشه درباره کمربندها گپ میزدید عموما چند کمربند وجود دارد در کاراته و چگونه این کمربندها رو گرفتن ممکن است از آغازش میرود ما میدونم که یک کمربندی سفید و زرد میشود یعنی که 10 کمربند رنگ هست سر میشود از 10 کیو پایان میبیو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 یعنی که از بالا پایان میبیو این کمربندهای شاگردی است یعنی که کمربندهای رنگ میگیم کمربندی مثلا سفید کمربندی کبود کمربندی زرد کمربندی سبز و در بین اونها باز خدشه ها یعنی کمربندی سبز با خدشه کمربندی یعنی کریچنی باید باشه یا که بعدی مثلا کمربندی زرد خدشه باید سبز باشد یعنی که بین اینها با امتحان است و چگونه امتحان میسپارن یعنی که قدم اولین یعنی که کمربند اول وقتی که مثلا 10 کیلو میگیری یعنی که اولین قدم با میدان یا کربه شرقی ما میتونیم هم خیلی معرفی کنیم خیلی گپ زنیم یعنی که اولین کمربند یعنی که اولین قدم رو به همین میدان موندن است و چی میسپارن در اونجا حتی سوال است که باید همون لباسی که تو میپوشی باید چگونه باید باشد هم ورزشگره اول پیش از همه اونا رو با اونا میموزیم پیش از همه باید تازه باشد خوب باشد لباس البته حتی ناخن موی سر همیشه در تازگی باشی آماده باشی کوشش کنی که یک اونجا بدن ضرب نداشته باشد در وقتی که مثال جراحت داره ما هیچ محل ورزشگر اجازه نمیتیم که باید ورزش کنن و کوشش میکنیم بله در برابر این مثال تو در مکتب باید چی خیلی رفتار داشته باشی وقتی که تو مشق میگوی پدر تا چی میگی مادر تا چی میگی حالا دعا میگیره از مادرت یکون دعای خیر برای تو میتین پیش از اومدن وقتی که از مشق میروی حتی من کوشش میکنم بعضی بچه را که حتما رفتی دستای مادر تا بوسه کن یکی پدر از پیشونیش یک بوسه کن پدر جون من مشق آمدم چجور من مشق میرم بله این نصیحت ها رو ما کوشش میکنیم که در وقت مشق به بچه ها تعلیم دیم و ما مربی هایی که هستن بسیارشون شاگردای من هستن من کوشش میکنم همین ها رو تعلیم دیم برای گرفتن دنهای مثلا 1 و 2 و 3 و 4 شما میدونم که 5 و من یک چیزی رو دیگر رو ایلوه کردنی هستم که چطور که میدونم 5 دنیش یعنی که شما دارید شما یگانه نفر در آسیای مرکزی هستید این دارد کمربند آسیایی دنی 5 است بله دنی 5 هست در آسیای مرکزی ولی شهان نیست بله شهان یعنی که شاید حوزی بود تا حال نبود شاید امروز شد و سال 2019 من این عنوان رو گرفتم و کمربندای استادی یعنی که شتو از نچای چورنی پویاست چورنی پویاست ات از نچای مودروست و از همینجا سر می شود دنی اول دنی دویم دنی سیم دنی چورم دنی تا 10
یعنی که فقط یک نفر دنی ده هست این همه اساسگذار است مسطس ایامه بله یعنی که بسیار مرکب است یعنی که سپوریدن کمربند در اینجا هم اول فلسفه سوالهایی که مثل روحان اول میدین بعد جسمان مثل برای سپوریدن کمربندی سیاه باید که 5 تا قریب 10 کاتا باید سپورید یعنی کاتا چی است کاتا یک کمپلکس упражнение یعنی که سلسله ضربه های دست و پا و تکیه‌گاه است بعضی کاتای هستند که 100 تا المنت دارند 100 المنتی هست که در اونجا مثال باید دست در کدام گرادوس باشه پا در کدام گرادوس باشه برای چی در کاره برای دانش در کاره شعور در کاره یعنی که گرادوس فهم میکنه بله بله مثال ما میگیریم 100 تا اوکی یعنی که حمایه برای ضربه ببینین که باید همین مشت در کدام رویم باید باشه چی باید توپ خورد یا گرادوس باید 45 گرادوس باشه یا 90 گرادوس باشه باید توپ خوردگی باشه همین خیلی 100 تا دارد مثال برای چی در کاره یعنی که عقل شعور در کاره کنی ایخد کنی یعنی که چیز شعوری آدم مکمل میکنه عقل آدم چیکار میکنه تو مجبور میکنه که تو باید آموزی مجبور میکنه که عقل تا چیکار کنی کار فرمونی برای 100 element ایخد کردن فکر کردن در کار آموختن در کار که مثال همینه چیکار کنی از خود کنی یک کاتا دیگه هست تنشو کاتا میگه که این برای سطح های بالایی یعنی که تنشو کاتا هست با واسطه روح نفس باید که سلسله بندی همین روح نفس رو باید از کجا آغاز شود از شکم یا از جوش از کجا من برای شما یک مثال میبرم یک شاگردی من در همین کووید 19 کووید شد خیلی وزبین شد حتی زنگ زد من گفت که استاد بخش شاید دیداری آخران صحبتوی خیلی وزبین سلامتش در همین طبابتگاه نو شدگی گفت که استاد من وقتی که دکتر آمد با من گفت که اینی باید که هوا رو خیلی باید بروری کوشش که همین نفس کشی را درست‌تر کنه بعد من گفت دکترها گفتم که من کاراته ماشو میکنم ممکنه مکاتا داریم ما مکاتا فقط روی نفسه وقتی میگم ما مکاتا را کردم دکتر حیران شد میگه بسیار همین استفاده برای خودش شفای میگه من بسیارتر همین کاتا را کار کردم برای من تز سبکی شد من همین کسال تز چیکار کردم پسی سر کردم بله یعنی که آموزش برای این شعورناکی در کره یعنی که استاد بودن در کره یعنی که مرکبی ها هستن خینگری ها هستن نفرانی زیاد در فکر عقیده اون هستن که ما فرض کردیم یکم کلمه که میبرد کاراته این فکر میکنن که این لطکوب کردن یک برای شور کردن هستن زن و زن لیکن در برای شما میگید که چگونه دانهای رو گرفتن در کر تا هر یک مثلا گرادوس تا 45 و 90 و نفس کشی این هم ماشاءالله که از معنی انسان ها که وابستگی داره چگونه همین تنشو کاتا اگر درست هر سحری مربی که درست کار میکنه مثال اگر همین 3 بار کار کند برابر است با 10 کیلومتر دویدن یعنی که همون شش بدنی تو گیو که همون نگروز که 10 کیلومتر میدوی کو ساعت برابر است با همین 3 بار در جای ایست کار کردن این چگونه ممکنه 3 بار نشون دادن از همینجا آغاز میشد تنشو کاتا مثال بس این سرشویشه مثال وقتی که کار میکنه مثال یک element همین بود شما مثال کوبرا را بینین کوبرا پا ندارد مثلا چه تیز حرکت میکند و میخیزد بعد آواز دارد همینجا چی استفاده میبرد همون دخانه را استفاده میبرد حتی پریدن نفس وقتی که همین کاتا را کار میکنیم بینین یا آوازی چه وای دارد حتی قوت میده نه تنها وقتی با واسطه بدن با واسطه همین دخانه میتونی با واسطه روح نفس
بدن هم خیلی سخت کنی که حتی هم در زالهای هم اتلتیزم از وای میشد مثل مشکو بقواتر میشود. درباره همین نفس کشی درست یک طبیبم نیز گفته بود که انسان تنی خود را سالم نگاه کرده میتونه در لحظه که تا حد درست نفس میکشد. مشقای مخصوصا هستن که هر صبح باید همون مشق را کنی تو اینکه خود را سالم حس کنی. شما این لحظه نشون دادید. بله. ما میتونیم گپ زنیم که اگر ما هر سحر خزم صبح رو دم یک بودی ترین صبح نفس تستر میکشیم و دیر اوسته برآوردن در کار همین. تیز نفس گرفتن و اوسته برآوردن. بله. اگر مثلا ما 3 ثانیه نفس کشیم 6 ثانیه باید بروریم برای بدن ما، برای جسم ما. بدن رو یعنی که زنده تر میکنه، یعنی که بدن در حرکت میدره. بعضی چیز نمیرسد فکر میکنه بدن که در حرکت میدره که باید که بقواتر خودش کنه. مثلا یک مطلوب در برای بید لگاتیپتون گفتم، لگاتیپی که این لازم میبینم اصلا لگاتیپی سر در روی همین لگاتیپ گپ میزده دارم. چی معنی دارد این لگاتیپ شما؟ همین لگاتیپ اگر ما خکنیم نگاه کنیم وقتی که ما امین است لگاتیپ کان کمک و هر وقت ما سر میکنیم از اینجا وقتی که با آسمان نگاه میکنیم این چه آسمان پاکه با میبینیم همینجا تازگی با تازه کردنی فکر. حتی ما لباس سفید میپوشیم چی از سفید تازگی است. بله. فقط دخترها میپوشن با هر کربای شرق یعنی سفید. ما انتخاب کردیم لباس سفید رو یعنی تازگی در همینجا. برای سپردن کمربند سیاه دنی یک 20 مبارزه باید سپاری، یعنی که با 20 کس باید تو محاربه کنی. این چند قدر وقت میگیرد؟ اگر 2 دقیقگی باشد 40 دقیقه وقت دارم. 40 دقیقه لازم است به تنفس. بله. ایرو چی را نشان میتید؟ یعنی که کوشش میکنی که اگر بزرگونی وایگیم نسلی وست یعنی که با صبر تحمل تا باور بودن خیلی. بله. یعنی که تو باید هرچند ضربه های قوی میخوری باید تو تا باوری باید بیستی. در این پهلوشان با نظرم مکنی سوالی من به منطق نشود و کمربندهای سفید نمیبین 20 نفر. نه البته 20 نفر کسایی که سیاه دارن. بله خیلی مشکله. بعضی از شاگردانی سوسای مسعودات ایاما 100 محاربگی گذراندگی در یک وقت، در یک روز، در یک وقت. یکی از امینو استیو ارنیل از اروپا هست گذاشتم. بله. این برای کمربندی چی رو گرفتن؟ این برای همون سطحی همون استودیشون بالا، یعنی که یک مهارت خود رو نشون دادن که در کدام سطح است. بله. انسانیت میتوند قادر است به همین. بینید باز هست شوکی ماتسوی بهترین ورزشگران. خودی ایاما وقتی که هرچی به طور عادی سودا کردن 52 بقه زیدی ایاما 52 بقه را چیکار کردن؟ تربیه کردن، سر دادن. 48 بقه را فقط یک ضربه قد شوخش شکستگی. بله. ما همین سوال داریم و 3 ضربه دیگه ش ایاما گفت مشق استفاده برد. مشقتی میزد در سرش گاو میمردن. بعضی تشکیلات‌های خارجی تشکیلات زیدی کارهای ایاما زیدی همین صنعت ایاما برو اومدن که شما اینقدر نسبت حیوانات بیرحمی دارید. بله. ایاما چی گفت؟ من میخوام در اصل بینم، یعنی که این صنعت ریاین است حقیقی بینه که مثال ضربه میتونه چی از مثال. دوستان عزیز در حقیقت این گپ میگن که شاخ شکستن بقه شده. این در حقیقت نشون داد که شاخی بقه شکستن میشد. من دیدم اون پرچه در حقیقت در حیرت دم اول باور نکردم. 48 بقه حتی این یک تا دو تا در یک وقت یک گوران یک بعضی جای میرفت مثلا حتی امریکا رفت امریکایی باور نکردن. در ما باور نمیکنیم ممکن شما یگون وای باشد ولی خودشون تیار کردن. ولی بخای خودشون سر دادن. در امریکا گفتن ما اعتراف نمیکنیم کیوکوشینا. گفت برای چی؟ گفتم ما باکسرای خوب داریم. گفتم بیار باکسرو تا با ایاما مبارزه بردن. تایلند رفت با تایلندیو
мубориза кард. Тайландский бокс буқои Тайланд ҳам нишон хушро шикаста омаданд. беҳтарин устодои Тайланд бале аяма тамоми дунёро гашт муаррифӣ кард ки ҳамин намуда мо бай кардем. аяма дар 32 моҳ яъне ки баъде ки ин усулҳоро омӯхт қонеъ нашуд. гуфт чизе намераса ҳамин одам ин чиза ҳамин сабкода бояд як чизи нав ихтироъ кард ва кӯҳ рафт. кӯҳи Синобу дар ҳамун кӯҳ 3 сол тамрин кард. 32 моҳ қариб 3 сол. яъне ки худаш ҳамунҷа чизе пайдо мекард бояд мехӯрд ҳамунҷа тамрин мекард танҳо. вале баъзе мавридҳо як дӯст дошт кам ягон чӣ мебурд вале бештар худаш дар танҳоӣ буд. яъне ки барои як сабке кард ки миллионҳо варзишгар имрӯзо нисбати ин варзиш таълим мегиранд. дар баробари ин аяма лёчик буд, ҳалабон буд. яъне ки аввалин касе ки мисол аз Корея рафту дар Ҷопон мисол лёчик шуд ин аяма аст. чанд сол ҳам лёчикӣ ҳам кардаге. аяма қариб зиёда аз 20 китоб навиштааст барои ин мисол аз саб на танҳо мисол қувваву зӯрӣ, шуурнокӣ, дониш, савод албатта дар кор аст. барои ҳаминам бинин тамоми дунё ҳатто дар Русия ҳам яке аз сабкое ки хеле дӯстш доранд ҳамчун як натсиональный вид спорта меган, ҳамчун як намуди хеле ҳам тараққӣ карда ин киёкушин аст. дар яке аз намедонам як қисса боша ривоят аст дурост не шикастани шохи буқаро дида будам. ман худам дидам чӣ гуна то ҳад буқаи чапа карданд ва буқаи майда ҳам набуд. ана дар боз ҳаст ки гӯё ки бо паланг ҳам нест. бале аямара гуфтан мехоҳӣ бо паланг? гуфт бале кадом ҳайвоне набошад ман омода ҳастам. вале нагузоштан. гуфтан ҳатто як палангам агар мисол мемурд дар он тараф мисол хеле мушкилои бо худашон. мо дар замони зиндагӣ ба сар дорем ки ифротгарӣ ва терроризм барои халқдор кардани ҳаёти солими инсоният нақши худро мегузорад. оё бо восилаи варзиш мо метавонем раи ҳамин гуна хушунатро гирифта ва бартараф кард? варзиш ин яке аз роҳҳои пешгирии хушунатҳо ҳаст. яке аз роҳҳо, бисёр роҳҳо ҳаст. қисми зиёди мисол ҷомеаи имрӯзаи моро албатта ҷавонҳо ташкил медиҳанд. яъне ки ҷавонҳо бисёртар ҳастанд. дар аввал мо гуфтем ки мо бояд ҳар кас падару модар, мураббӣ, муаллим, коркун дар кадом соҳае набояд бояд зиракиро ай дарс натиҳем ва бештар аҳамияти ҷиддӣ бидиҳем ба насли навраси имрӯзаи мо ки дар ҳамин роҳҳо нараванд, дар ҳамин роҳҳои ифротгарӣ, экстремизм, терроризм. мо бояд таълим бидиҳем бачаҳомона, насли навраси худо. агар мо таълим надиҳем дигар касо таълим медиҳанд. касое ҳастанд ки мисол аз дигар ҷо мебиёнд таълим медиҳанд. ва варзиш ҳам ҳамин аст. ҳар як варзишгаре ки мисол дар толорҳои варзишӣ машқ мекунанд, муроҷиати ман ба ҳамаи мураббиён ҳамин аст ки аз ин роҳҳо бояд ки шогирдони худашонро таълим диҳанд. яъне ки зиракиро мо бояд ай даст натиҳем дар кадом роҳе набошад. мисол гурӯҳҳои ифротгарии доиш бинед чӣ қадар ҷавонро ай даст додем. дар ҳамин фазои сулҳ мо бояд истифода барем. ҳамеша бояд роҳи дурустро бояд интихоб кунем. ташаккури зиёд ба шумо ки ҳикматулло. ман бениҳоят шод будам аз дидори шумо ва аз суҳбати шумо. барои худ аллакай як боз маълумоти бештар гирифтам. як саволи охирон ман мехостам ба шумо диҳам. аз ҳама намедонам калонсолтарин шогирди шумо чанд сола аст? ҳастам 65 солаам ҳаст. дӯстони азиз, дар фарҷом як чизро танҳо гуфтан мумкин аст ки дар тани солим ақли солим аст. бароям бошад сини сол дахолат кардан метавонад. бо варзиш машғул шудани мо ҳамаи мо лозим аст. ва лоиҳа аз ҷониби барномаи грантҳои хурди комиссияи рушди демократияи сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ мешавад. лоиҳаро федератсияи каратедои кӯкшинкаи ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ мекунад. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.